بچه هنرستان شما چیکار میکنید؟ خودمون عرق میخوریم آقا خرید فروش میکنیم داداش. تنگیک میخوای داداش؟ 8 گیگ چنده؟ 100 تومنه. 100 تا 200 داداش ناقابله. بیا دم آب خوریم. میلاد داداش تو میخوای بزرگ شدی چی کارشی؟ تو نمیره با این هیکل دوست دارم یه چک نکنه معتبر بشم. خوش چی کاره میخوای بشی؟ انشالله دستگاه تخدیر تو دیوار دیدم، انشالله کسب و کار آبشنگولی رو شروع کنم. بچه خلاف ملاف چی دارید اینجا؟ اتاق اول سیگار، خب؟ اتاق دوم عرقیزات، اتاق سوم محمده. بزرگ نیاشر نمیستر کلاس. آقا من پیش دایم کار میکنم. دایی چی کاره است؟ بیکاره. چرا چشاتون قرمزه؟ چرا صرفه میکنی؟ این مریض شده.